سلام بچه مجددا خوشحالم که توی این بخش آموزشی شما رو دوباره میبینم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این بخش آموزشی قراره بریم سراغ ادامه درس قبلمون و بخش ادیت رو کمی کامل تر کنیم و ابزارهای بیشتری رو یاد بگیریم. کار با افکت و ترانزیشن، کادر بندی، تغییر سرعت کلیپ و از این موارد. خب نرم افزار داوینچی من قبلا باز بوده. درس قبل رو اومدیم با به پایان رسوندن این تریلر تکمیل کردیم. این تایملاینی رو که با هم کار کردیم کنار میذاریم و من میخوام یک تایملاین دیگه که از پیش اون آماده کردیم وارد کنم تا تایملاین جدید رو جلو ببریم و یه سری نکات هم بهتون بگم. برای وارد کردن تایملاین جدید میتونستیم توی همین بخش پوشه تایملاین که از قبل ساختیم و نامگذاری کردیم راست کلیک کنیم تایملاین و گزینه ایمپورت، یا میتونیم از بخش فایل ایمپورت و تایملاین رو بزنیم، تفاوتی نداره. توی فایل هایی که برای شما قرار دادیم به بخش دوم میریم و تایملاینز، این تایملاین شماره 4 رو با هم باز میکنیم. دابل کلیک میکنم و تایملاین جدید من باز میشه. بذارید یه تغییر نام بدم که گیج نشیم. این رو 2 میتونم بذارم و این هم 1. یه نکته راجع به تایملاین ها که میتونم بهتون بگم، شما میتونید در حین کار تایملاین های مختلفی رو بسازید یا از تایملاینی که کار کردید مجددا یه کپی یا داپلیکیت بگیرید. به درد چه موقعی میخوره؟ برای موقعی که به عنوان مثال شما اومدید یک ادیتی رو روی کارتون انجام دادین، یک سری صداها، افکت ها و یک تایملاینی رو جمع کردین. حالا این نظر شما هست و برای کارفرما یا مشتری میفرستید. کارفرما به شما میگه خب من میخوام این قسمت یا این موزیک یا این افکت رو عوض کنم. شما میتونید یه دوپلیکیت یا کپی از تایملاین قدیمی داشته باشین تا اگر که مشتری یا کارفرما دوباره نظرش برگشت، شما اون تایملاین قدیمی رو داشته باشین تا اگر که نیاز به ادیت های قبلی داشتین اونا رو در دسترس داشته باشین. پس از هر مرحله از کار میتونید یه دوپلیکیت از تایملاین داشته باشین تا موارد مختلف و ادیت های مختلفتون رو داشته باشین و ادیت نهایی رو تحویل مشتری بدین. نکته بعد این هست که تایملاین هایی که شما نیاز ندارید رو میتونید غیر فعال کنید. به عنوان مثال اگر 2 3 4 یا 5 تایملاین یا بیشتر یا کمتر دارید، میتونید تایملاین هایی رو که نیاز ندارید فعلا غیر فعال یا قفل کنید تا به شما نمایش داده نشه. به عنوان مثال من این تایملاین قدیمی یا همون تایملاین اولمون رو راست کلیک میکنم و گزینه دیسیبل تایملاین رو پیدا میکنم و کلیک میکنم. حالا این تایملاین به هیچ عنوان دیگه باز نمیشه و به شما نمایش داده نمیشه در بخش تایملاین ها. و تایملاین هایی که فقط دیسیبل نشدن رو میتونید به راحتی مشاهده کنید و هر تایملاینی رو که نیاز ندارید میتونید دیسیبل کنید. و البته برای دوپلیکیت گرفتن یا کپی کردن تایملاین هم میتونید مجددا راست کلیک کنید و گزینه دوپلیکیت تایملاین رو بزنید و این باعث میشه که یک تایملاین دیگه با همین نام ساخته بشه و فقط در ادامه یک نام کپی هم اضافه شده که این کپی این تایملاین هست. شما میتونید تغییر نام بدید بر اساس نیاز. حالا این تایملاین رو نیاز ندارم، پاک میکنم، گزینه دیلیت. ما توی درس گذشته با وارد کردن یک ویدیو در ابتدای ساخت یک پروژه اجازه میدادیم که خود داوینچی یک تراک ویدیویی و یک تراک صوتی برای ما ایجاد کنه. همینطور که مشاهده میکنید ما این تراک ها رو با وارد کردن اولین ویدیومون توی تایملاین ایجاد میکنیم. حالا برای اینکه بتونیم به صورت دستی تراک صوتی و ویدیویی بیشتری رو اضافه کنیم، میتونیم در بخش هدر آدیو یا در همین قسمت
راست کلیک کنیم و گزینه اد ترکس رو بزنیم تا بتونیم ترک های بیشتری رو توی تایملاین اضافه کنیم. در این قسمت به ما میگه که چند تا ترک ویدیویی اضافه کنم و چند تا ترک صوتی. خب من ترک ویدیویی نیاز ندارم، اون رو به 0 تغییر میدم. با کلیک کردن روی این گزینه و چپ و راست کردن میتونید تعدادش رو تغییر بدید یا دابل کلیک و تایپ کردن 0. در گزینه آدیو ترکس به برنامه میگم که یک آدیو ترک برای من اضافه بکن. در این قسمت به شما میگه این آدیو ترک رو در چه قسمتی جایگذاری کنم. پایین آدیو 1 یعنی پایین آدیو 1 بین 1 و 2، یا میتونید از گزینه‌های دیگه استفاده کنید. بالای اولین ترک صوتی above first track یعنی بالاترین قسمت، یعنی قبل از 1. گزینه سوم که بیلو آدیو 2 هستش که یعنی زیر ترک صوتی دوم اضافه بشه. خب من میگم بین 1 و 2 که میشه پایین آدیو 1، بیلو آدیو 1. در این قسمت هم شما تنظیم میکنید که آدیو ترکی که میخواید وارد کنید چند کانال هستش، که من صداهای استریو رو فعلا دارم و روی همین استریو کلیک میکنم و کلید اد ترکس رو میزنم. همونطور که شما تعیین کردین تراک صوتی شما بین تراک صوتی 1 و 3 قرار گرفت. برای اینکه بتونید تایملاین رو بهتر مشاهده کنید میتونید از همین سه گزینه‌ای که قبلا معرفی کردیم یا اسکرول کاستم زوم استفاده کنید و تایملاین رو کامل ببینید، یا برای اینکه تراک صوتی و تصویری شما کاملا در تایملاین قرار بگیره و قابل مشاهده باشه میتونیم این خط میانی تایملاین رو کلیک کنیم و به سمت بالا یا پایین بکشیم و اونو تنظیم کنیم. یا اگه که میخوایم ارتفاع این آدیو کلیپ ها و ویدیو کلیپ ها رو کم و زیاد کنیم تا بتونیم تایملاین کاستم تر و سفارشی تری داشته باشیم، میتونیم از گزینه تایملاین ویو آپشن این موارد رو تنظیم کنیم. کلیک میکنم و در این قسمت میتونم ارتفاع تراک های ویدیویی و صوتی خودم رو بیشتر یا کمتر کنم و همینطور تراک صوتی خودم رو کوچکتر میکنم. در ادامه میتونم تراک‌های صوتی خودم رو هم تغییر نام بدم تا در حین ویرایش محتوای داخل هر تراک رو بدونم چیه. برای این کار به بخش تراک‌های صوتی بیاین و در این قسمت شما باید نام تراک صوتی آدیو 1 رو داشته باشید. اگر مشاهده نمی کنید موس خودتون رو بین این دو خط بیارید و کمی به پایین بکشید تا نمایان بشه، یا از همین قسمت تایملاین ویو آپشن تراک های آدیویی رو یکم بزرگتر میکنیم. بسیار خوب. حالا نام پیشفرض هر تراک صوتی کنارش نوشته شده. به عنوان مثال روی این قسمت دابل کلیک میکنم و دیالوگ رو تایپ میکنم. در آدیو 2 هم میتونم وایس اوور رو بنویسم یا همون کلیپ های صوتی ما که وایس هستن و قرار اضافه کنیم. در آدیو 3 هم میتونیم میوزیک رو بنویسیم و موزیک یا آهنگ تریلر ما قرار داره. حالا به بخش مدیا پول برمیگردم مجددا و توی پوشه آدیو کلیپس، پوشه وایس ها، 2 تا کلیپ صوتی دارم که اولی رو با هم میشنویم. In the age of airplanes, we've become explorers once again. بسیار خوب. ابتدا و انتهای این کلیپ صوتی یه فضای خالی وجود داره که با توجه به موارد قبلی که آموزش دیدیم میتونیم نزدیک این صدای موج بشیم و کلید آی رو بزنیم که میگیم دقیقاً از همینجا انتخاب بشه تا انتهای صدای موج. کلید او رو میزنم و میتونم کلیپ صوتی رو بگیرم و در بخش خودش یعنی در تراک صوتی مربوط به خودش و بین این دو دیالوگ قرارش بدم. بسیار خوب. کمی زوم میکنم تا یکم از دو دیالوگ جداتر باشه صدای ما.
In من this film, making a برگردم و نگاه documentary کنم about ببینم how که airplanes changed چه the world, اتفاقی افتاده. it was really important to go out and shoot the real world. In the age of airplanes, we've become explorers once again. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. بسیار خوب. حالا مجددا به بخش مدیاپول برمیگردم تا فایل صوتی وایس دومی رو هم اد کنم. اونو در سورس ویور باز میکنم، به ابتدای کلیپ میام با گزینه Go to First Frame و کلید پلی یا اسپیس رو میزنم. For the moment, leave behind everything you know about airplanes. بسیار خوب، برمیگردم از همین قسمت کلید آی رو میزنم و میگم از اینجا میخوام تا این قسمت. کلید او رو هم میزنم برای اینکه کلیپ صوتی یا ویدیوی خودمون رو با استفاده از شورتکات یا کلیدهای قسمت نوار ابزار تایملاین اضافه کنیم. باید در نظر داشته باشیم که مقصد تراک مورد نظر ما کدوم هست. یعنی اول پلی هد خودمون رو به قسمتی که میخوایم صدا رو اضافه کنیم میاریم. مثلا در این قسمت پلی هد خودم رو نگه میدارم و میخوام این انتخابی که در پنجره سورس ویور کردم با کلید مخصوص خودش یا شورتکات F10 اونو اوورراید کنم. ولی باید مد نظر داشته باشم که مقصد ترک صوتی من کدوم هست. برای این کار به بخش تراک های صوتی بیاین و تراکی که مد نظر دارین صدا یا کلیپ داخل اون وارد بشه رو به صورت هایلایت در بیارید با کلیک کردن روی این قسمت. به عنوان مثال الان تراک صوتی مربوط به وایس من فعال شده و در همین تراک صوتی وارد خواهد شد. حالا میتونم کلید F10 رو بزنم و مجددا مد نظر داشته باشم که پنجره سورس ویور من هم در همون موزیک مد نظر یا صدای مد نظر باز باشه و در موزیک دیگه ای نباشم. حالا کلید F10 یا از همین قسمت کلیک رو میزنم. همونجور که مشاهده کردین این صدای Leave behind everything you know about airplanes. این صدای انتخابی ما دقیقاً توی بخش مد نظر خودش وارد شد. حالا مجددا بخش دیگه هم از صدای خودم رو وارد میکنم. Anything you've heard about their history. Every conclusion you've drawn from your own experience. And prepare to see them again. For the first time. میتونم این تیکه آخر رو هم اضافه کنم. مجددا کلید آی And prepare to see them again. For the first time. و تا همینجا کلید او رو میزنم. حالا پلی هد خودم رو مشخص میکنم که کجا باشه و کلید F10 یا میتونم با درگ اند دراپ کردن کلیپ صوتی خودم رو در بخش مد نظر رها کنم. Leave behind everything you know about airplanes. See them again. For the first time. خب فکر میکنم که این قسمت صوتی رو خوب وارد نکردم. مجددا به بخش سورس ویور میام. And prepare to see them again. بله از این قسمت من میخوام کلید آی رو میزنم. میتونم این کلیپ صوتی رو مجددا پاک کنم و با درگ اند دراپ کردن کلیپ صوتی جدید رو وارد کنم. حالا میشنوم. Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. بسیار عالی. حالا در بخش مدیاپول یک سری افکت های صوتی دارم که یک تراک مربوط به خودش رو باید مجددا بسازم. خب این ساوند افکت های ما هستش و مجددا در بخش تراک های صوتی راست کلیک میکنم و گزینه اد ترکس رو میزنم.
تعداد تراک های ویدیویی رو نیاز ندارم و یک تراک صوتی نیاز دارم و مکانش هم میگم پایین وایس اوور برای من ایجادش کن، یعنی بین تراک دوم و سوم گزینه اد ترکس رو میزنم. بله، در همون قسمتی که من نیاز دارم برای من یک تراک صوتی ایجاد کرد. یک پلان هواپیما دارم از نمای بالا در ابتدای کلیپ من با هم مشاهده میکنیم. In the age of airplanes, we've become explorers once. و میتونیم روی قسمت هایی که نیاز داریم یک سری افکت های صوتی قرار بدیم تا تدوین ما پویاتر بشه. بله، این صدای مربوط به هواپیما رو داریم. میخوایم قسمتی از این صدا رو در پایین همین کلیپ ویدیو قرار بدیم تا In the age of airplanes, کمی به تدوینمون جون بدیم. خب میتونم با گزینه Go to First Frame بیام به ابتدای کلیپ صوتی خودم. خب برمیگردم در بخش تایم کد میتونم تایپ کنم مثبت 100 بر حسب اینکه 1 ثانیه از جلوتر کلیپ خودم رو مارک این کنم. برای اینکه در بخش تایملاین به اندازه مقدار و زمان کلیپ مد نظر بخواین یک کلیپ صوتی زیرش ایجاد کنین و نه به مقدار کمتر یا بیشتر، میتونین از این روش کاربردی استفاده کنین. ابتدا باید کلیپ خودتون رو مشخص کنید که چه مدت زمانی داره. اون رو کلیک میکنم، به گزینه مارک در بخش بالا میام و گزینه مارک سلکشن رو کلیک میکنم. با این کار ابتدا و انتهای کلیپ ویدیوی ما رو مشخص میکنه. حالا میتونم بدون اینکه مشخص کنم در بخش سورس ویور چه مقدار از موزیک یا ساند افکت خودم رو میخوام، گزینه آوررایت رو کلیک کنم. البته مجددا دقت داشته باشین که در چه تراک صوتی میخواین جایگزین بشه و من بخش مربوط به تراک SFX رو کلیک خواهم کرد. اینجا هایلایتش میکنم و میگم توی این تراک صوتی برای من جایگزین کن. حالا هر قسمت از این کلیپ باشم، بر حسب اینکه این کلیپ رو من مارک این و مارک اوت کردم، گزینه اووررایت رو کلیک میکنم. خودش به صورت اتوماتیک به ابتدا و انتهای کلیپ نگاه میکنه و همون مقدار موزیک یا آهنگ یا کلیپ صوتی رو برای ما با توجه به مقدار زمانی که توی ویدیو مشخص کرده بودیم وارد میکنه و نیازی هم نیست که حتی پلی هد شما در چه بخشی وجود داره. من کنترل زد رو میزنم و مجددا این کار رو انجام میدم. ببینید اصلا پلی هد من میخواد اینجا هم باشه، من گزینه آوررایت رو بزنم، خودش به صورت اتوماتیک ابتدا و انتهایی رو که مشخص کرده بودیم تشخیص میده و کلیپ صوتی ما رو به همون میزان زمان زیر کلیپ ویدیوی ما وارد میکنه. من این تراک صوتی رو هم به SFX تغییر نام میدم که قرار ساند افکت های ما توی این تراک قرار بگیره. خب حالا در ادامه بقیه ساند افکت ها هم در جای مناسب قرار میدیم. برای این پلان ببینیم از این ساند افکت میتونم استفاده کنم. من صدای 1 ثانیه از هر جایی که دوست دارم کلید آی رو میزنم و میتونم مجددا با تکنیک قبل این کار رو انجام بدم. کلیپ مورد نظر رو انتخاب میکنم، به همین میزان اندازه‌ای که کلیپ من طولانی هست میخوام از این ساند افکت استفاده کنم. از منوی مارک گزینه مارک سلکشن یا شورتکاتش کلید X که احتمالاً برای شما شیفت A باشه، چون من شورتکات های خودم رو تغییر دادم که در درس های بعدی این موارد رو هم توضیح میدیم. مارک سلکشن رو کلیک میکنم، دقیقاً ابتدا و انتهای کلیپ مد نظر من انتخاب میشه.
حالا میتونم پلیهد خودم رو هر جا که دوست دارم بذارم و فرقی نمیکنه و گزینه اووررایت یا کلید F10 رو بزنم. به همون میزان و اندازه صدا رو برای من قرار میده و در تراک صوتی که من تعیینش کردم از این قسمت. حالا در ادامه میکس کردن این صدا و تنظیمشون رو هم با هم کار خواهیم کرد. جلوتر میام و برای این پلان هم میتونیم ساوند افکتی رو در نظر بگیریم. فکر میکنم ساوند افکت مربوط به این پلان این مناسب باشه. پلی میکنم تا صدا رو بشنوم و قسمت مناسبی از ساوند افکت رو وارد کنیم. میتونم از این قسمتی که صدا میاد پایین تر لولش کلید آی رو بزنم و مجددا از همون تکنیک قبل شورتکات شیفت A یا توی سیستم من کلید X رو میزنم و ابتدا و انتهای کلیپ من انتخاب میشه. حالا میتونم کلید اووررایت رو بزنم و دقیقاً به همین اندازه مجددا برای من ساوند افکت رو وارد میکنه. بسیار خوب. برای این پلان هم میتونیم یه ساوند افکت در نظر بگیریم. ساوند افکت مربوط به این پلان فکر کنم همین قسمت همین کلیپ صوتی هست. یه صدای باد و دریا یا حالا این اقیانوس رو داریم. از این قسمت کلیپ صوتی کلید آی رو میزنم. میتونم مارک سلکشن کنم و کلید اووررایت رو بزنم. ببینید چقدر سریع و با چند تا کلیک ساده میتونید این آوت خودتون رو مشخص کنید و اینسرت کنید. حالا اگه بخواید درگ اند دراپ رو انجام بدین، ببینید من درگ اند دراپ رو بخوام انجام بدم، همونجور که مشاهده میکنید کلیپ صوتی من تا انتهای طول خودش میخواد وارد تایملاین بشه. کنترل زد رو میزنم به خاطر اینکه درگ اند دراپ ویژگی که داره مارک این و مارک اوت ما رو در نظر میگیره و من چون اینجا مارک اوتی انجام ندادم تا انتهای کلیپ صوتی من وارد تایملاین میکنه، ولی با حرکتی که انجام میدم و مارک سلکشن میکنم و اووررایت میکنم پس از اون باعث میشه که فقط قسمتی که من مارک سلکشن کردم برای من ساوند افکت یا کلیپ صوتی رو وارد کنه، یعنی به صورت اتوماتیک انتهای کلیپ رو خودش جمع میکنه و به همون میزان صدا رو وارد میکنه. میتونید سریعتر کارا رو انجام بدین. برای پاک کردن سلکشن خودتون هم میتونید از همین قسمت مارک گزینه کلیر این ان اوت رو بزنید یا از شورتکاتش استفاده کنید که توی سیستم من شیفت X هستش. کلیک میکنم و اتفاقی که افتاد، دقت کنید ویدیو رو به عقب برگردونید. این قسمت سورس ویور من کلیر این ان اوت شد به خاطر اینکه فعال بود. موس من اشتباهی روی سورس ویور رفت و این پنجره برای من فعال شد و دستور روی این پنجره فعال اجرا شد. حواستون باشه که پنجره فعال شما تایملاین باشه. موسم رو از کنار میارم، مجددا سلکت شد، تایملاین رو انتخاب میکنم و گزینه مارک کلیر این ان اوت. بسیار خوب، سلکشن ما هم پاک شد. در ادامه برخی کلیپ های ما هنوز نیاز به افکت های صوتی دارم. من برمیگردم و میخوام این پلان رو از روش دیگه برای شما صداگذاریش رو انجام بدم. دوباره به بخش مدیا پول میام و
بله صدای مربوط به این پلان این افکت صوتی هستش. میام به ابتدای کلیپ پلی میکنم. تیک آف این هواپیما هستش. کلیپ خودم رو هم نگاه Once میکنم. again, If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. بسیار خوب. If it was حالا من میتونم تعیین کنم که انتهای کلیپ ویدیویی من انتهای کجای این ساند افکت من باشه. یعنی به عنوان مثال این قسمتی که صدای ساند افکت ما یا اون افکت صوتی ما داره محو میشه و صدای موتور داره محو میشه رو میخوام بگم مارک اوت کنم و میخوام به تایملاین خودم بفهمونم که این کلیپی که من الان میخوام سلکت کنم انتهاش که میرسیم انتهای همین مارک اوتی باشه که من انجام دادم. یعنی برعکس کار قبلی که ما می اومدیم یک مارک این ایجاد میکردیم و از ابتدای همون قسمتی که ما تعیین کردیم ساند افکت ما شروع میشد تا به انتهایی که توی کلیپ تعیین شده. حالا اینجا برعکس اون مورد هستش، یعنی که ما همون مارک سلکشن رو انجام میدیم. یعنی از گزینه مارک سلکشن رو انجام میدیم. حالا میگیم که انتهای کلیپ صوتی ما که با مارک اوت مشخص شده در انتهای سلکشن ما قرار بگیره. حالا مجددا کلید آوررایت رو میزنیم و من یه اشتباهی که کردم تراک صوتی مد نظر رو انتخاب نکرده بودم، باید در تراک SFX قرار بگیره. کنترل Z رو میزنم، حالا SFX رو انتخاب میکنم و میگم حالا در این قسمت آوررایت شو. بله حالا من میام به ابتدای کلیپ و پلی میکنم تا ببینیم چه اتفاقی افتاد. possible to shoot it, we wanted to go shoot it. بسیار عالی. دقیقاً گفتیم انتهایی که ما مارک اوت کردیم بیفته انتهای همین سلکشنی که روی کلیپ ما انتخاب شد. پس از گزینه مارک سلکشن و آوررایت کردن میتونید توی تایملاین این کارها رو انجام بدید که از کجا تا کجا میخواین چه چیزی رو قرار بدین. در پایان کار خودم هم یه پلان تقریبا مشابه دارم که میتونم از همین ساند افکت مجددا استفاده کنم. and prepare to see them again for the first time. فکر میکنم ساند افکت مناسبی هم برای این قسمت باشه و گزینه مارک سلکشن مجددا از شورتکاتش استفاده میکنم Shift A که در سیستم من به X تغییر دادم، میزنم مارک سلکشن میشه و مجددا از همین ساند افکتی که انتخاب کرده بودم گزینه آوررایت. And prepare to see them again for the first time. بسیار عالی. حالا به عقب برمیگردم و یکی از کلیپ های تصویری خودم هنوز دارای ساند افکت نیستم. بله این کلیپ میتونم یه ساند افکت هم زیر این کلیپ قرار بدم تا همه افکت های صوتی در جای خودشون قرار بگیرن. خب پلیش میکنم. حالا میام به این بخش مدیا رول. فکر میکنم این گزینه مناسبی برای همین قسمت هست و برای همینجا در نظر گرفته شده. خب ساند افکت مد نظر رو من مجددا پلی میکنم. اگه دقت کنین همین وسط موج ساند افکت ما قسمتیه که انگار هواپیما داره از مرز دوربین ما و کادر ما رد میشه. پس میام پلی هد خودم رو در مکانی که دوست دارم این قسمت وسط موج من قرار بگیره این پلی هد خودم رو هم تنظیم میکنم توی تایملاین. خب این یه تکنیکی هست که ما میتونیم استفاده کنیم، یعنی پلی هد خودمون رو در قسمتی که مد نظر داریم دقیقاً قرار میدیم. مثلا میگم خب اینجا.
خب حالا به بخش سورس ویور میرم و اینجا هم پلیهد خودم رو تنظیم میکنم. میگم این پلیهد که قرار دقیقا اینجا باشه، پلیهد سورس ویور خودم رو هم تنظیم میکنم و میگم این دو سر پلیهد با هم تراز بشن و دقیقا همین قسمت افکت صوتی من، همین لاین قرمزی که شما میبینین که داریم میشنویم، دقیقا همین وسط قرار بگیره و با هم تراز بشه. دقیقا اینجا قرارش میدم. حالا با درگ اند دراپ کردن و آوردنش توی پنجره تایملاین ویور، این دفعه گزینه ریپلیس رو میزنم. ببینید چه اتفاقی افتاد. دقیقاً من زوم میکنم، دقیقاً اواسط موج این صدا توی همین قسمت قرار گرفت و به این تکنیک تراز کردن تایملاین ویور و سورس ویور میگن که شما میتونید دقیقاً سر پلیهد خودتون رو با سر پلیهد سورس ویور تراز کنید. من برمیگردم. بسیار عالی. البته دقت داشته باشید که گزینه ریپلیس موارد استفاده دیگه هم داره که در جلوتر خواهیم گفت، ولی این یکی از کاربردهای ریپلیس بود. حالا که توی تایملاین تقریبا همه افکت های صوتی رو چیدیم، وقتشه که بریم سراغ میکس موسیقی و دیالوگ و افکت های صوتی تا هر کدوم به اندازه مناسبی شنیده بشن، چون افکت های صوتی ما الان دارای لول های خیلی بالاتری هستن. خب حالا ما باید این ساند افکت ها و دیالوگ ها رو به ترتیب به لول مناسبی برسونیم و اونا رو با هم میکس کنیم. برای این کار ما نیاز به پنل میکسر داریم. پنل میکسر رو میتونید از این قسمت فعال کنید. وقتی فعالش میکنید، پنل میکسر در این قسمت کنار تایملاین ظاهر میشه و حالا که دیگه نیاز به مدیا پول نداریم، میتونیم از این قسمت مدیا پول رو هم فعلا پنهان کنیم تا فضای کاری بزرگتری با میکسرها داشته باشیم. پنل میکسرها رو هم میتونم کمی بزرگتر کنم. هر کدوم از این تراک های پنل میکسر نشان دهنده تعداد تراک های صوتی من در تایملاین هست. A1, A2, A3 و A4 که در همین قسمت هم دارم و یه دونه هم تراک کلی هست که برآیند همه این صداها رو به من نشون میده. در این قسمت برآیند همه صداها و 4 تراک صوتی من نشون داده میشه و به عنوان مستر یا اصلی اونو میشناسیم. قبل از اینکه شروع به میکس صدا کنیم، بهتر من یه عکس رو بهتون نشون بدم تا کار با پنل میکسر رو هم یاد بگیریم. پنل آدیو میکسر توی نرم افزار داوینچی بین 0 تا -50 نامگذاری شده، به این حساب که صداهایی که بالاتر از 0 قرار میگیرن و به رنگ قرمز در میان، یعنی صداهایی که خراب میشه، دیستورت میشه یا شنیده نمیشه، و صداهایی که نزدیک -50 یا کمتر باشه صداهایی هست که ممکنه به سختی شنیده بشه. به گفته خود سازنده نرم افزار، هر نوع صدایی که دارین سعی کنید از 0 بالاتر نره یا نزدیک نشه. دیالوگ ها و گفتگوها رو میتونید بین -10 تا -12 قرار بدین. ساند افکت های خودتون رو هم میتونید بین -10 تا -30 قرار بدین و موسیقی متن خودتون رو هم بین -20 تا -30 قرار بدین. البته این یک اصول برای تنظیم صدا هستش و قانون نیست و در نهایت اون گوش شما هست که چه چیزی رو میتونه بهتر بشنوه و مناسبتر هست، ولی این برای شروع کار شما مناسبه که تقریبا از همچین اصولی پیروی کنید. بسیار خوب، به نرم افزار داوینچی برمیگردیم. به ابتدای تایملاین میام و پلی میکنم و همزمان به پنجره میکسر هم نگاه میکنم تا لول صداهای خودم رو ببینم. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out. خب برای اینکه دقیقاً لاین مربوط به دیالوگ و این صدای وایس رو بشنویم، ما میتونیم از کلید هر تراک صوتی به نام سولو استفاده کنیم.
این به این معنی هست که فقط این تراک صوتی برای من پخش میشه و تراک های بقیه میوت خواهند شد و نمیشنویم اونا رو و من هر تراک صوتی رو که کلید سولوش رو فعال کنم باعث میشه فقط همون تراک صوتی رو پس بشنوم. الان من نیاز دارم که فقط دیالوگ و وایس ها رو بشنوم، پس سولو دیالوگ و وایس ها رو کلیک میکنم، به رنگ سبز در میاد، یعنی فعال شده. حالا همونجور که مشاهده میکنید In this film, making a برای documentary من about دیگه how the این airplanes changed the world, موسیقی it متن was پلی really important to نخواهد go شد. out and shoot the real world. SFX ها هم In پلی the نخواهد age of شد، airplanes, فقط لاین دیالوگ و وایس. خب به ابتدای کار میام و به پنل میکسر هم حواسمون باشه تا لول صدا رو با هم بررسی کنیم. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. in the age of airplanes, همونجور که دقت میکنید الان این صدای مربوط به کلیپ من که داره شخص صحبت میکنه تقریبا بین منفی 15 تا 20 داره بازی میکنه و در یک سری نقاط ریز فقط به سمت منفی 10 یا 12 میاد. مجددا نگاه کنید. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. in the age of و لول پایینی داره توی این قسمت. حالا وایس ها رو هم in the age of میشنویم. airplanes, تراک مربوط به وایس این قسمت هستش. پلی میکنم. in the age of airplanes, we've become explorers once again. It was, تقریبا میشه گفت به سختی تا منفی 15 میرسه. Once again, if it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. این مقداری بلندتر بود. این صدا رو دقت If it کنین. was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was real. الان تقریبا این صدا خیلی دیگه پایینه. نگاه It was کنید. really important. Every shot was original and that everything was real. به سختی تا منفی 20 میرسه. leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. Prepare to see them again. این وایس تقریبا خوبه تا منفی 10 و منفی 15 هست. خب حالا با هم میریم که همه این موارد رو درست کنیم و نرمال کنیم. برای این کار مواردی رو که مد نظر دارین سلکت میکنین. من همه تراک صوتی مربوط به دیالوگ خودم و وایس خودم رو سلکت میکنم، راست کلیک میکنم و گزینه نورمالایز آدیو لول رو میزنم که شورتکاتش رو من جی قرار دادم. حالا توی سیستم شما ممکنه شورتکات داشته باشه یا نداشته باشه، حضور ذهن ندارم. کار کردن با شورتکات ها رو بعداً توی درس های آینده با هم خیلی عالی کار میکنیم تا بتونیم تدوین سریعتری داشته باشیم و کار با نرم افزارمون به شدت سریعتر بشه. یه پنجره برای من باز میشه. گزینه نورمالایزیشن مود رو روی همین سامپل پیک پروگرام میذارم و ست لول هم روی ایندیپندنت باشه. حالا توی تارگت لول من مشخص میکنم که بالاترین نقطه اوج این صداهای من، یعنی این موجهایی که ما داریم میبینیم، این ویو فرم ها بالاترین نقطهش، یعنی مثلا بذارید من دقیقا شما رو متوجه کنم که این نورمالایز کردن چه اتفاقی میفته توی تراک های صوتی ما، البته توی کلیپ های صوتی نه تراک صوتی. ببینید بالاترین موج مربوط به این صدا، مثلا این ابتدای کلیپ من هست، همونجور که مشاهده میکنی این قسمت موج بالاتری داره، یعنی لول صدای من بالاتر هست، در ادامه پایین تر هست. یا مثلا توی این وایس مثلا اینجاها بالاتر هستن، اینجا یکم پایین تره، اینجا مجددا بالا هست. توی این دیالوگ ابتداش بالا هست، بعدن صدا پایین تر میاد.
توی بعدیا اینجا صدا پایینه، اینجا یکم بلندتره. میخوام بگم که نورمالایز کردن این کلیپ های صوتی شما باعث میشه که بالاترین نقطه اوج صدای شما رو ببینه و میگه که هر عددی که برای من تنظیم کنی بالاترین نقطه اوجت رو توی اون منطقه در نظر میگیرم و همه کلیپ ها رو با هم توی این عددی که شما به من میگی لول میکنم. حالا انجام میدیم تا ببینیم دقیقا چه کاری انجام میده. خب راست کلیک میکنم، نورمالایز آدیو لول رو میزنم و میگم که همه موارد رو توی -9 برای من نورمالایز کن. کلیک میکنم و این کلیپ های صوتی یکم تیره تر میشن به معنی اینکه یه ادیتی روشون انجام شده. حالا یکم زوم میکنم، کنترل زد میزنم تا ببینین چه اتفاقی افتاده. ببینید کنترل زد مجددا به جلو میرم، یعنی کنترل شیفت زد آندو و ریدو میکنم تا ببینین توی این تراک های صوتی چه اتفاقی افتاد. دوباره همون دستور اجرا شد. حالا کنترل زد برمیگردم دوباره نورمالایز. حالا ببینید چه اتفاقی داره میفته. کنترل زد رو میزنم توی این تراک صوتی، مثلا توی این کلیپ صوتی نگاه کنید. این الان لول صدای ما رو نگاه کنید توی چه قسمتی هست. کنترل شیفت زد اجرا میشه و بلندتر میشه. حالا کنترل زد اینجا رو نگاه کنید چه اتفاقی میفته. کنترل شیفت زد موجها یکم جمع‌تر میشن، لولشون میاد پایین‌تر. این به این معنیه که دقیقاً همون گفتگویی که الان با هم داشتیم. این کلیپ صوتی من بالاترین نقطه اوجش لول خیلی بالایی داشت. یعنی نگاه کنید کنترل زد رو میزنم، تقریباً ابتدای کلیپ من تراک صوتی دیالوگ رو نگاه کنید تا -5 این لول صوتی من بالا میاد. مجددا نگاه کنید دقیقا تا زیر -5 میاد و این صدای خیلی بلندی هست. ما گفتیم توی دیالوگ ها باید بین تقریبا -10 -12، حالا چیزی که خود داوینچی ریزالو داره به ما میگه تا -12 قرار بگیره. الان که ما اومدیم -9 رو قرار دادیم باعث میشه که این صدای ما کمتر بشه، یعنی همون ابتدای کلیپ که -5 بود رو تقریبا تا -9 داره لول میکنه و داره به بالاترین نقطه اوج ما نگاه میکنه. پس این صدا که میبینید الان لولش پایین تر هست و بازم داره کمتر میشه، نگاه کنید کنترل شیفت زد میدم دستور انجام میشه، هنوز موج ما جمعتر میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون داره میاد به بالاترین نقطه موج ما نگاه میکنه که در چه قسمتی وجود داره. ولی برعکس این که الان لولش یکم بالاتر از تقریبا این قسمت ها هست داره بازم بیشتر میشه، ولی این موج که کمتر هست بازم داره کمتر میشه، به این خاطر که به بالاترین نقطه موج ما نگاه میکنه و این نورمالایز رو انجام میده. پس نورمالایز کردن به این معنی نیست که صداهای ما رو دقیقاً یک دست خواهد کرد، ولی حداقل اکثریت دیالوگ ها و اون کلیپ های صوتی ما رو توی لول تنظیم میکنه و بعداً باید به صورت دستی هم شاید نیاز باشه که تغییراتی انجام بدیم. حالا کنترل زد میزنم مجددا، این لول صوتی من حالا اینجا کمتره بلندتر میکنه یکم، کنترل زد میزنم اینجا تو این لول هست، کنترل شیفت زد یکم بلندتر میشه، کنترل زد میزنم. ببینید این خیلی لول موجش پایین هست، یعنی اگه من پلی هم کنم تقریبا -15 تا -25 خیلی پایینه و -9 که من قرار دادم باعث میشه خیلی این موج بالاتر بیاد. پس دقت کنید همه کلیپ های صوتی شما به یک اندازه بلند نشدن، ما اونا رو فقط تو یک سطح نرمال کردیم، یعنی به بالاترین نقطه اوج نگاه کرده و اونا رو توی سطح مناسبی قرار داده. ممکنه یک صدای خیلی پایین بوده مثل این صدا خیلی بلندتر شده الان و یه صدایی هم مثل اینجا یه نقطه اوج بالایی داشته و حتی اومده کمترش هم کرده.
بسیار خوب، امیدوارم که این قسمت رو متوجه شده باشین. حالا در ادامه بازم بیشتر توضیح میدیم. world. It was really important to go out and In the age of airplanes, we've become explorers once again. if it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was real. همونطور که دقت میکنید صداها رو نورمالایز کردیم، ولی هنوز بعضی قسمت ها نیاز داره که توی یه لول خاصی قرار بگیره تا با بقیه صداها هم یکسان بشه. اگه که براتون سوال شد در قسمت نورمالایز چرا ما اومدیم گزینه تارگت لول رو -9 قرار دادیم، خب ما قرار بود که وایس ها و دیالوگ هامون رو تا -12 داشته باشیم. چرا -9 گذاشتیم؟ مجددا میگم دلیلش اینه که به بالاترین نقطه اوج صدای ما نگاه میکنه و من اومدم یک عدد نسبتاً بلندتری قرار دادم، یعنی صداهای من در لول بلندتری قرار بگیره تا حالا اون قسمت هایی که نقطه اوج بالایی دارن رو بعداً بیام به صورت دستی مرتب کنم و تقریباً 80-90% لول های صدای من توی منطقه بالاتری قرار بگیرن، یعنی تقریباً -12 باشه. حالا بقیه مواردی که توی این لول نیستن رو درست خواهیم کرد با هم. حالا به ابتدای تایملاین میام و میخوام پلی کنم تا ببینم با هم چیکار کردیم و اگه نیاز به تغییراتی داره مجددا با هم انجام بدیم. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world. In the age of airplanes, we've become explorers once again. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. خب ببینید تقریبا تا اینجا صدای خوبی داشتیم. این تیکه‌ای که اینجا داریم، این تیکه کلیپ صوتی رو با هم مجددا ببینیم. The shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or قسمت میکسر رو داشته to باشیم. that location or it didn't make the movie. خب همونجور که مشاهده کردین این قسمت دوم صدای بلندتری داره و ما باید یه مقداری لول صدا رو پایین‌تر بیاریم. حالا به خاطر چی این اتفاق افتاده؟ چون نقطه اوج بالاتری نداشت و اون عدد -9 باعث شد که صدای بلندتری توی این کلیپ صوتی داشته باشیم. خب برای این کار میتونم کمی تایملاین رو زوم کنم و برای اینکه ارتفاع تراک صوتی هم بیشتر بشه روی همین تراک قرار میگیرم و کلید شیفت رو نگه میدارم. کلید شیفت رو الان نگه داشتم و با غلطک موس به بالا یا پایین میچرخونم برای تنظیم ارتفاع تراک های صوتی خودم. خب یک خط بین این تراک صوتی ها قرار داره، همونجور که مشاهده می‌کنید این خط سفید رنگ نازک وقتی موستون رو میارید به این شکل تغییر پیدا میکنه و میتونید با کلیک کردنش و نگه داشتن و به سمت بالا یا پایین کشیدن لول صدای خودتون رو تنظیم کنید. خب تقریبا من اول بیام پلیش We کنم. would either go back to that location or it didn't make the movie. تقریبا میشه We would گفت either go که back to that location or it didn't make the movie. 3-4 لول میتونم این رو بیارم پایین تر. روی خط نگه میدارم و Back to that location or it didn't make the movie. خوبه بدک نیست، یه کوچولو بالاتر میارم، خیلی شد، کنترل زد میزنم، دوباره We would either go پلی back to کنم. that location or it didn't make the movie. همون قبلی بهتره. کنترل زد میزنم، تقریبا روی 6 و 44 Go دسیبل back to that گذاشتم. location or it didn't make the movie. الان تقریبا با صدای کلیپ صوتی Couldn't get قبلی the ما shot or توی the weather لول هستن. wasn't ببینید right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. خیلی خوب شد. It was really important. Every shot was original and that everything was real. این کلیپ صوتی هم کمی بالا هستش، چند لول هم این رو به پایین میارم، تقریبا
حالا پلی It میکنم. was really important every shot was original and that everything was real. Right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important every shot was original and that everything was. هنوز میتونم کمی پایین تر بیارم. Every shot was original and that everything was real. الان بهتره. بسیار خوب. Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. تقریبا وایس های منم توی لول مناسبی هستن و نیاز به تغییر We've خاصی become explorers ندارم. once again. خب ابتدای تایملاین هم یک کلیپ صوتی داشتم که ابتدای این کلیپ صوتی من یک اوج خیلی بالایی In دارم. this film, making a documentary. نگاه کنید به پنل In میکسر. this film, making a documentary. تقریبا تا منفی 9 منفی 8 داره میاد. In this film, بالای making a منفی 10 documentary about هست how the airplanes و changed در the world. ادامه It was really important to go صدای out من and خیلی پایینه. برای این کار باید به صورت دستی تنظیمش کنیم و بگیم که ابتدای کلیپ صوتی کمی پایینتر و در ادامه کمی صدای ما بلندتر بشه. برای این کار روی کلیپ صوتی مد نظر در جایی که میخواید صدا رو کم یا زیاد کنید ما باید یک سری نقاطی تعیین کنیم. In this film, making a documentary. من در قسمت مد نظر قرار میگیرم و یک نقطه با کلید آلت روی این خط سفید رنگ ایجاد میکنم. کلید آلت رو نگه میدارم و کلیک میکنم. همونجور که میبینید یک نقطه قرمز برای من ایجاد شد که میتونم صدا رو تنظیم کنم. حالا در ادامه پلی In this film, میکنم. making a documentary about. In this film, making a documentary about how the airplanes changed. حالا میگم بعد از این نقطه Film, کمی صدای من به سمت بالا بیاد. یه نقطه دیگه تقریبا توی این قسمت ها ایجاد میکنم. کلید آلت رو نگه میدارم، کلیک میکنم و میگم که حالا این نقطه کمی به بالاتر بیاد و این نقطه هم میتونه کمی به پایین تر بیاد. یکم دور میکنم تایملاین رو. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world. In this film, making a documentary. خب این قسمت یکم پایین رفت. مجددا میارمش به بالا. تقریبا اینجا خوبه. دور میکنم In تایملاین this رو. film, making. حالا پلی میکنم و با هم بشنویم. In this film, making a documentary about how the. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world. فکر میکنم قسمت دوم رو خیلی بالا بردم. دوباره روی نقطه مد نظر کلیک میکنم و به سمت پایین میکشم. In this film, making a documentary about. میتونم کمی ارتفاع رو بیشتر کنم و حالا یکم دیگه به سمت پایین In کشیدم. this film, making a documentary about how the airplanes changed the. In this film, making. این رو هم این نقطه رو هم میتونم یکم بیارم به عقب‌تر و تنظیم بیشتری روش انجام بدم. In this film, in this film. In this film, making a documentary. بسیار خوب. الان تقریبا لول ها توی In this سطح film, making هستن. a documentary about how the airplanes changed the world. It was really important to go out and shoot the real world. In the age of airplanes, تقریبا بین منفی 10 تا How the 15 airplanes داره changed the world. موج It من was بازی really میکنه. important to go out and shoot the real world. in the age of airplanes, we've become خب حالا میریم سراغ SFX ها تا افکت های صوتی خودمون رو هم در لول مناسبی قرار بدیم. تایملاین رو کمی دور میکنم، کلید شیفت رو نگه میدارم، ارتفاع تراک های صوتیم رو کمی کمتر میکنم تا تایملاین رو کاملتر داشته باشم. Shoot پلی real world. میکنم. in the age
خب حالا برای اینکه تراک صوتی مربوط به SFX ها رو هم بشنویم، کلید سولو مربوط به تراک SFX ها یا همون ساند افکت های خودم رو هم فعال میکنم. The real world. In the age of airplanes, we've become explorers and scientists. It's possible to shoot where we wanted to go shoot. Back to that location, or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was real. برای اینکه لول صوتی یک تراک رو به یک میزان خاص افزایش یا کاهش بدیم، میتونیم در پنجره میکسر از تراک صوتی مد نظر اسلایدرش رو به سمت بالا یا پایین بکشیم. این باعث میشه که خروجی صداهای داخل اون تراک به اندازه‌ای که ما داریم تعیین میکنیم اینجا شنیده بشه. برای این کار میام به ابتدای تایملاین پلی میکنم و اسلایدر مربوط به SFX رو تا جایی میارم که افکت های صوتی من بین منفی 20 تا منفی 30 شنیده بشن و میخوام توی این حدودها باشه. Shoot the real world. اسلایدر مربوط رو یکم به سمت پایین میکشم. It's possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was real. Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. خب اگه در حین پخش به پنل میکسر دقت میکردین، تفاوت نورمالایز کردن با اسلایدر مربوط به پنل میکسر اینه که نورمالایز کردن عددی رو که بهش معرفی میکنیم، مثلا منفی 9 دسیبل، یعنی بالاترین موجی که در صداهای شما شنیده میشه بیشتر از منفی 9 دسیبل دیگه نیست و صدایی بلندتر از این شنیده نخواهد شد. حالا شاید در ادامه اون صدا پایین تر باشه ولی صدای بالاتر از منفی 9 دسیبل نداره و صداهای ما به منفی 9 دسیبل محدود میشه، باید اینطوری بگیم. ولی اسلایدر مربوط به پنل میکسر نگاه به کلیپ های صوتی ما نمیکنه که توی چه لولی هستن. اگه یک کلیپ صوتی روی منفی 5 دسیبل باشه، یکی روی منفی 10 دسیبل باشه و ما اسلایدر رو به منفی 20 دسیبل کاهش بدیم، صدایی که منفی 10 بوده منفی 30 دسیبل میشه و صدایی که منفی 5 بوده منفی 25 دسیبل میشه. حالا این دو روش در کجا استفاده میشه؟ به عنوان مثال با تنظیم کردن اسلایدر تراک صوتی مد نظر برای مواقعی خوبه که مثلا همه کلیپ های صوتی شما یک لول صدا دارن. وقتی به موجهاشون نگاه میکنید، مثلا این موج دوتا تقریبا شبیه هم هستن. خب اگه 10 تا کلیپ صوتی دیگه هم داشته باشین که تقریبا تو این لول ها باشن، شما با کم کردن این اسلایدر باعث میشین که به صورت گروهی همه خروجی های صدا رو به یک لول مناسب برسونید و نیازی نیست که به صورت دستی یا جداگانه بخواین هر کلیپ رو دوباره کم و زیاد کنین. و فرقش با نورمالایز کردن دقیقاً همین هستش. حالا من پلی میکنم تا ببینیم چی کار کردیم. قسمت تراک صوتی SFX رو داشته باشیم. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything was real. به عنوان مثال همین کلیپ های صوتی رو شما اگه نگاه کنید که لول پایینی دارن، من روی عدد منفی 20 تنظیم کردم ولی خب لول خیلی پایین تری دارن، تقریبا تا منفی 30 هست این SFX من. الان که مشاهده میکنین SFX رو نگاه کنید توی پنل. حالا کلیپ بعدی رو نگاه کنید چقدر اومد بالاتر. حالا با هم بریم دستور نورمالایز رو هم روی این تراک صوتی اجرا کنیم تا تفاوتش رو بهتر بدونیم. خب من مجددا این منفی 20 رو برمیگردونم به همون 0
حالا همه کلیپ های صوتی رو سلکت میکنم، راست کلیک، نورمالایز آدیو لول و همون گزینه سامپل رو نگه میدارم، ایندیپندنت، تارگت لول رو این دفعه روی منفی 25 قرار میدم. حالا دقیقا نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. کنترل زد، ببینید این در حالت عادی بود که ما هیچ تغییری روی صدا ندادیم. حالا اگه دقت کنید تقریبا توی همه موجها اگه نگاه کنید ما خیلی اوج بالایی نداریم که بگیم تفاوت داشته باشه. مثلا همه این موجها توی یک لول هستن. بذاریم من شیفت رو میگیرم، تراک های صوتی رو بلندتر میکنم، تایملاین رو کمی به بالا میکشم. ببینید همه موجها توی یک سطح هستن. این موجها توی یک سطح هستن. حالا یکم اینجا یه مقدار ریزی بالاتر رفته، یا اینجا نگاه کنید همه توی یه لول. اینجا یه کوچولو این قسمت فقط بالا داریم، اینجا توی لول، اینجا توی لول. حالا کنترل شیفت زد رو که بزنم همون دستور مجددا ریدون میشه. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. کنترل زد، کنترل شیفت زد، دقیقاً همه کلیپ های صوتی ما توی لولی که مد نظرمون قرار میگیره و چون موج بالایی نداشتیم مثل این کلیپ اتفاقی نمیفته که ما بخوایم به صورت دستی دوباره کم و زیاد کنیم صدا رو. و اگه دقت کنید پنل SFX رو داشته باشین، این تفاوت نورمالایز با این اسلایدر قسمت میکسر هست. ما با نورمالایز تونستیم همه صداها رو با یک کلیک توی لولی که میخواستیم در نظر بگیریم. همونجور که میبینید بین منفی 20 تا 30 برای ما داره بازی میکنه. پس با توجه به مواردی که در دست دارین و صداهایی که دارین شما باید تصمیم بگیرین که از نورمالایز استفاده کنین یا از این اسلایدر میتونین استفاده کنین. حالا چرا من از اسلایدر استفاده کردم؟ من کنترل زد رو میزنم، ببینید من از اسلایدر که استفاده میکنم SFX رو میگیرم میارم تا منفی 25، بین منفی 20 تا 30. خب این باعث میشه که صداهای من لولشون پایین بیاد، ولی ممکنه یه صدا بلند باشه، یه صدا کوتاه باشه و باید دوباره دستی اینو انجام بدم. برای موقعی خوب هستش که همه صداهای شما تو یک لول هستن، یعنی موقعی که صدا رو حالا از رکوردری ضبط کردید یا موسیقی وارد میکنید همه صداهای شما لول دقیقاً یکسانی دارن، فقط شما میخواین خروجی صدا رو کمتر کنید. برای مواقعی که موج صدای شما بالا پایین هست یا این موارد باید شما از گزینه نورمالایز استفاده کنید. الان گزینه نورمالایز بیشتر به کار من میاد. همه اینا رو راست کلیک میکنم و گزینه تارگت لول رو روی منفی 30 یا 25 یا 20 قرار میدم. خب دقت کنید همه صداهای من نورمال شدن تا پیک موج منفی 30. الان به عنوان مثال کارفرما به شما میگه که خب همه صداها رو شما لول کردی، اوکی، هیچ کدوم از صداها بالاتر یا پایینتر نیست، همه توی لول هستن، ولی یه زحمتی بکش، صداهای SFX من رو میخوام کمی صداشون رو پایینتر بیاری. حالا توی این قسمت میتونید شما از پنل میکسر از اسلایدر استفاده کنید، چون همه صداها رو به یک لول ثابت یکسان رسوندین میتونین به صورت یکسان مثلا بگید منفی مثلا 5 تا من مجددا کم کنم. دقیقا همین صداهایی که نرمال شدن به اندازه یکسان منفی 5 دسیبل کمتر میشن.
حالا من مجددا این رو روی 0 میذارم و امیدوارم که این قسمت رو به خوبی متوجه شده باشین. نورمالایز کردن و اسلایدر مربوط به میکسر هر کدوم میتونن به خوبی در جای خودشون استفاده بشن و خیلی سریع صداهای خودتون رو میکس کنید. بعد از اینکه صداها رو در لول مناسبی تنظیم کردیم، میتونیم به ابتدا و انتهای جلوه های صوتی خودمون یک فید این و یک فید اوت بدیم تا صداهای ما به نرمی وارد و به نرمی خارج بشوند. من میام پلی هدم رو در این قسمت قرار میدم. Shoot the real world. خب همونجور که دقت میکنید این اسفیکسی که من اینجا قرار دادم مربوط به هواپیمای من هست داره The real world. In the age of خب همونجور که دقت کردین این اسفیکسی که من اینجا قرار دادم داره به صورت ناگهانی وارد میشه و ما تصمیم داریم که به صورت نرم یعنی آروم آروم این صدای هواپیمای ما وارد بشه و یکم به اون بلندی یا لول خودش برسه کم کم. یه نقطه ما اینجا داریم و یه نقطه هم در انتها داریم و با تغییر دادن هر کدوم از اینا ما میتونیم به آرومی صدای خودمون رو به لول خودش برسونیم و به صورت ناگهانی نباشه. Shoot the real world. in the age of airplanes, بسیار عالی. همینجور که دارید میشنوید The real world. in the age of airplanes, از یه صدای خیلی پایین میرسه تا به اون لولی که شما تنظیم کردیم و ما صدای خودمون رو فید این کردیم و یک حالت محو در ابتدا داشتیم. The real world. in the age of airplanes, برای کم و زیاد کردن زمان این کار هم میتونید همین نقطه رو به عقب یا جلو بکشین تا زمان بیشتری طول بکشه یا زمان کمتری. in the age of airplanes, we've become explorers once again. خب حالا در ادامه هم من بین این اسفیکس ها یک فضای خالی دارم The shot or the weather wasn't right. We would go back to که that. فکر میکنم اینجا هم نیاز داریم ما یک حالت محوی قرار بدیم روی این ساند افکتمون یا همون افکت صوتی. این نقطه رو میگیرم و به اندازه مناسبی که خودم تشخیص میدم کافی باشه قرارش میدم و اینو میتونین با چندین بار پلی کردن و گوش دادن متوجه بشید که کجا بهتر هست قرار بگیره و چه زمانی داشته باشه. Wasn't right. We would go back to that location or میتونم تقریبا اصلا تا همین کات نگرش دارم. این کاتی که این کات صوتی که من اینجا قرار دادم میخوام این اسلایدر مربوط به محو صدا رو تا اینجا بیارم. میخوام یکم طولانی تر باشه و مدت زمان بیشتری طول بکشه که صدای من در حالت محو باشه. right. We would either go back to that location or it didn't make the movie. بسیار عالی. Shot or the مجددا weather با هم wasn't ببینیم. Right. We would either go back to that location or it didn't make the movie. بسیار عالی. برای اینکه بتونیم کات طبیعی تری در این قسمت داشته باشیم من میتونم از جی کات و ال کات ها استفاده کنم. یعنی چی؟ یعنی افکت صوتی مربوط به این کلیپ رو کمی عقب‌تر از کات مربوط به خودش بیارم. کمی این افکت صوتی رو به عقب‌تر میکشم. میتونم برای اینکه این حالت اسنپ منو اذیت نکنه لحظه اونو غیر فعال کنم و به راحتی کمی به عقب‌تر بکشم و مجددا اسنپ خودم رو فعال کنم. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. We couldn't get the shot or the weather wasn't right. We would either go back to that location or it didn't. خیلی زیبا شد. الان ما با استفاده از یک جی کات تونستیم این کاتی که مربوط به این دو تصویر هست رو با یک صدای زیباتری انجامش بدیم. The shot or the weather wasn't right. We would either go back to that location or it didn't make the movie. اینجوری کار شما زیباتر خواهد شد. Important. Every shot was original and that everything was real. خب اینجا همه ساند افکت هامون رو قرار دادیم. کمی به جلوتر میام و این ساند افکت آخر رو Now it's time. خب این ساند افکت انتهایی من هم خودش در فایل اصلی دارای فید بوده و من نیازی نیست که فعلا افکتی اعمال کنم.
میتونیم این ساند افکت خودمون رو کمی به جلوتر بیاریم تا بخشی از ساند افکت مربوط به کلیپ قبلی در زیر کلیپ بعدی ما پلی بشه و یک الکات ما اینجا انجام بدیم. میتونم کمی به جلوتر بیارم تا این حالت فید شدگی خود فایل زیر این قسمت قرار بگیره. And prepare to see them again for the first time. بسیار عالی. الان همینجور که دقت میکنید این قسمت از افکت صوتی من، همین یه تیکه زیر این کلیپ داره پلی میشه و من یک الکات زدم. به ظاهری که توی تایملاین قرار میگیره به صورت المانند قرار میگیره، الکات. خب بسیار عالی. میتونم کمی هم کوتاه‌ترش کنم. میخوام مقدار کمتری در زیر کلیپ بعدی من پلی بشه. Prepare to see them again for the first time. خب محو کردم به صورت فید این و فید آوت برای ابتدا و انتهای ساند افکت ها و صداهای ما مناسب بود. حالا اگه بخوایم دو صدا رو در هم دیگه محو کنیم، این روش مناسبی نیست و ما میتونیم از ترانزیشن های صوتی استفاده کنیم. برای این کار به پنجره افکت میرم، فعالش میکنم و از این قسمت در کتابخانه دنبال آدیو ترانزیشنز میگردم و کراس فید رو میتونم انتخاب کنم. این خط قرمز رنگی که اینجا وجود داره به عنوان ترانزیشن دیفالت شما هست، ترانزیشنی که پیش فرض هست و شما با کلید ترکیبی به صورت سریعتر میتونید ترانزیشن رو بین دو ساند افکت اعمال کنید. خب حالا نحوه اعمال کردن ترانزیشن به چه صورت هستش؟ من به ابتدای تایملاین میام، Explorers once again. میخوام این دو ساند افکت رو داخل هم دیگه محو کنم. ببینید We've become explorers once again. خب این که داخل هم محو بشه یعنی چی؟ یعنی بخشی از این صدا داخل این صدا محو بشه و بخشی از این صدا داخل این صدا محو بشه و شروع بشه. بسیار خب. برای این کار میتونم کراس فید رو بگیرم و بیام به دقیقاً وسط این دو کات قرار بگیرم، رها میکنم و ترانزیشن صوتی من روی کات قرار گرفت. حالا ببینید We've become explorers once again. بسیار عالی. We've become explorers once again. هر دو صدا داخل هم دیگه محو شدن، یعنی بخشی از این صدا تا اینجا ادامه پیدا کرده و محو شده و بخشی از این صدای کلیپ ما، این کلیپ صوتی ما از اینجا شروع شده و به لول خودش رسیده. در ادامه میتونم برای بقیه کلیپ های صوتی خودم هم این کارو انجام بدم. یه بخشم اینجا دارم، توی این قسمت هم میتونم مجددا کراس فید رو بگیرم و بندازم. گوش کنیم با هم. wanted to go shoot it. مجددا It was possible to shoot it. We wanted to go shoot it. بسیار خوب. حالا توی همین قسمت آدیو ترانزیشن ها ما 3 تا گزینه داریم. گفتم این خط قرمز رنگی که روی هر کدوم از ترانزیشن شما وجود داره یعنی ترانزیشن دیفالت شما هستش و شما میتونید هر ترانزیشن دیگه ای رو به صورت دیفالت نرم افزار در بیارید با راست کلیک کردن و گزینه ست از استاندارد ترانزیشن. این به عنوان ترانزیشن استاندارد و دیفالت و پیشفرض برنامه شما قرار میگیره و با کلید ترکیبی بعداً میتونید اون رو اعمال کنید که بهتون میگم. حالا این مثبت 3 دسیبل و منفی 3 دسیبل چی هست؟ همین کراس دیزالوی که داره برای شما اعمال میشه یعنی با 3 دسیبل صدای بلندتر اعمال بشه یا با 3 دسیبل صدای کمتر، که این هم به صورت اختیاری هست که شما دقیقاً چه چیزی از ترانزیشنتون میخواید. حالا برای اعمال ترانزیشن روی کلیپ های بعدی از کلیدهای ترکیبی استفاده میکنیم. برای این کار من میخوام
این کات و این کات و این کات همزمان با هم یک ترانزیشن صوتی قرار بدم. برای اینکه گروهی این کار رو انجام بدم کلید کنترل رو نگه میدارم و هر کدوم از کات ها رو که نیاز دارم کلیک میکنم. به عنوان مثال این الان کلیک شده، کلید کنترل رو نگه میدارم، این رو هم کلیک میکنم و کات بعدی رو هم کلیک میکنم. هر سه کات به رنگ سبز در اومدن و من الان میتونم کلید کنترل شیفت تی روی کیبورد استفاده کنم. همون جور که دیدید دقیقاً به صورت گروهی روی این مواردی که من انتخاب کرده بودم همین ترانزیشن استاندارد یا دیفالت من اعمال شد. من کنترل زد رو میزنم و مجددا میخوام از قسمت گزینه تایملاین و گزینه اد آدیو آنلی ترانزیشن رو بزنم که کلید ترکیبیش هم همون کنترل شیفت تی هست. پس شما میتونید یا از گزینه تایملاین استفاده کنید یا از گزینه کنترل شیفت تی روی کیبوردتون که شورتکاتش هست. همه صدا داره داخل هم فید میشه. Leave behind everything you know about airplanes and prepare to see them again for the first time. حالا برای ویرایش مدت زمان خود ترانزیشن های صوتی هم میتونید موس خودتون رو به انتها یا ابتدای ترانزیشن صوتی بیارید و کلیک کنید و به سمت چپ یا راست بکشید. با این کار میتونید مدت زمان ترانزیشن صوتی رو کم و زیاد کنید. من میتونم مجددا روی خود ترانزیشن صوتی هم راست کلیک کنم و گزینه Change Transition Duration رو کلیک کنم. یه پنجره کوچک برای من باز میشه که میتونم از اینجا مدت زمانش رو تعیین کنم. مثلا بگم 2 ثانیه یا 3 ثانیه یا از این پایین میتونم پریستایی رو که برای من به صورت آماده گذاشته استفاده کنم. 1 ثانیه، 5 ثانیه و 15 ثانیه که برای من اینجا به نمایش در میاد. من روی همین 1 ثانیه میذارم و گزینه چنج رو میزنم. برای به پایان رسوندن مراحل میکس هم این دفعه موزیک یا آهنگ متن خودمون رو هم فعال میکنیم تا همه صداها رو با هم بشنویم و اگر نیاز به تغییراتی هست با هم انجام بدیم. برای این کار بهتر هست که کلید سولوها رو غیر فعال کنم تا همه صداها رو به صورت یک جا داشته باشم. برای این کار به صورت همزمان میتونم کلید شیفت رو نگه دارم و روی یکی از کلیدهای سولو کلیک کنم تا بقیه هم غیر فعال بشن. بسیار خوب، تایملاین رو دور میکنم و میام به ابتدای تریلر پلی میکنم. پنجره میکسر خودم رو بزرگتر میکنم تا بقیه تراک های صوتی رو هم داشته باشم. دیالوگ، وایس من، وایسی که این شخص داره صحبت میکنه الان، این صدایی که الان پلی کردم، SFX افکت های صوتی من و میوزیک، موزیک زیر کار من هست. Possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location or it didn't make the movie. خیلی زیبا شده و ما تونستیم تقریبا همه لول ها رو به صورت یکسان و با توجه به اصولی که من بهتون گفتم اینجا با هم میکس کنیم و صداها رو منظم و توی همون لولی که دقیقا نیاز داریم داشته باشیم. همینجور که دقت میکنیم موزیک من بین منفی 20 تا 30 هست، SFX های من منفی 20 تا 30. بسیار خوب. در انتهای کار من میتونم کمی موسیقی رو برای تیتراژ بالا بیارم که قبلا این رو با هم کار کردیم. برای اینکه بتونم صدای خودم رو کمی در انتها بالاتر بیارم میتونم از کی فریم ها یا نقاطی که میتونستم روی کلیپ صوتی خودم ایجاد کنم استفاده کنم. برای این کار کمی زوم میکنم تا ببینم دقیقاً از کجا موزیک من بالا بیاد.
از این انتهایی که گوینده من صحبتاش تموم میشه کلید آلت رو نگه میدارم و روی این خط باریک در همین قسمت کلیک میکنم و تقریبا روی همین کات، گزینه اسنپ من فعال نیست برای اینکه تایملاین من به راحتی بچسبه به کات ها، اسنپ رو فعال میکنم. توی بین همین کات کلید آلت رو نگه میدارم و روی همین موسیقی مجددا یک کی فریم یا نقطه ایجاد میکنم و میتونم چند دسیبل اونو به بالاتر بیارم. 6 دسیبل منفی 18 بود تا 12 میتونم اونو نگه دارم. بسیار خوب، برمیگردم And prepare to see them again for the first time. بسیار عالی. میتونم کمی مدت زمان بین این نقطه و نقطه بعدی رو بیشتر کنم و تا اینجا باشه. آره، میارم اینجا و تا همین منفی 12 تقریبا منفی، آره نگه میدارم. Again for the first time. بسیار عالی، تبریک بهتون میگم. شما میکس موسیقی هاتون و ساند افکت ها، دیالوگ های خودتون رو توی پروژه یاد گرفتین، اصولش رو آموزش دیدین و با هم به مرحله بعدی میریم تا بتونیم این تریلر رو هنوز حرفه‌ای تر با هم به پایان برسونیم. خسته نباشید، خوشحال میشم که در پارت بعدی شما رو ببینم.